رادیو بکت در جستجوی معنای باخته. تهران مخوف، نوشته مرتضی مشفق کاظمی. جلد اول، فصل اول. قهوه‌خانه چاله میدان. عصر روز دوشنبه 17 ماه شعبان المعظم سال 1301 قمری باد سختی در تهران، پایتخت کشور ایران می‌وزید. همان کشوری که در مقابل عالم به داشتن تمدن کهن و شعرای بزرگ و نامی مفتخر است. گرد و خاکی که برابر این طوفان برخاسته بود، عبور و مرور را در خیابانها برای مردم مشکل و دشوار می‌ساخت. تنها عده کمی دیده می‌شدند که گویی اجباراً در این هوای طوفانی و پرگرد و خاک از منازل خود خارج شده و هر کدام به طرفی می‌رفتند. تهران گرچه شهر بزرگی است، ولی جز در قسمت‌های شمال آن درشکه و واگن عبور نمی‌نماید و قسمت جنوبی آن که مسکن مردم طبقه سوم و فقیر است، دارای کوچه‌های بسیار تنگ و پرپیچ و خم و گود میباشد. در این قسمت یعنی جنوب شهر، محله‌ای است به نام چاله میدان که شباهت زیادی به محله کوردو میراکل در پاریس چند صد سال پیش دارد. چه در این محله چاله میدان هم مثل آن محله پاریس در قدیم عده‌ای از مردم به سر میبرند که در اثر بیسوادی و بی اطلاعی از همه جا و همه چیز رویه و اخلاقهای غریبی داشته، چنان که برای اختلافات کوچکی که در سر مختصر پول یا حرفی بین آنان پیش آید و یا حوادث بی اهمیتی مانند جلو افتادن علامت یا نخل یا دسته محله‌ای بر دسته محله دیگر، قصد کشتن و از میان بردن یکدیگر با هم در میافتند و هنوز هم بقیه آثار آن دیده می شود و مخصوصاً گذر بابا نوروزعلی و وقایعی که در گذشته در آنجا روی میداده گفته ما را تأیید می کند. مردم این محله شهر از سیاست به کلی دور بوده و با یک بی‌قیدی تمام زندگی مخصوص خود را ادامه می دهند و غالباً وقایع مهمی که در قسمت شمالی تهران روی می دهد و حتی تمام دنیا از آن آگاه می شود، مانند تغییر دولت برای آنها مدتها پنهان می ماند. هرگاه دزد و یا شخص جنایتکاری از محبس نظمیه موفق به فرار شود، غالباً پلیس فراریان را در این محله جستجو می کند و بالاخره هم در همانجا موفق به دستگیری آنان می شود. در این محله قهوه‌خانه‌های زیادی وجود دارد که هر یک از آنها پاتوق دسته‌ای از این مردم می باشد. روزی که حکایت ما شروع می شود، در یکی از این قهوه‌خانه‌ها جمعی گرد هم نشسته و سرگرم گفتگو بودند. و چون به واسطه وزش شدید باد ناچار در قهوه‌خانه را بسته بودند، دود چپق و تریاک و بخار سماور تمام فضای این قهوه‌خانه را گرفته و هوای آن خیلی تاریک شده بود. از درون قهوه‌خانه از پشت تنها شیشه کثیفی که بالای در آن به شکل پنجره وجود داشت، زیرا بقیه روزنه‌های پنجره با کاغذ روزنامه مسدود شده بود، گرد و خاک فراوانی که در کوچه در اثر باد برخاسته بود مشاهده می‌گردید. هوای قهوه‌خانه به قدری کثیف بود که اگر شخص غیر معتادی بدانجا داخل می‌شد، بی اختیار مشمئز شده و حالت تهوعی به او دست می‌داد. حاضرین در این قهوه‌خانه مرکب از جمعی مردمان مختلف بود و هر شخص دقیقی به خوبی متوجه می شد که از هر صنفی پایین ترین طبقه اش در آنجا دیده می شود و طبعاً هر چند نفر آنها در گوشه‌ای جمع شده و به صرف چای یا کشیدن چپق و یا تریاک مشغول بودند. در آن میان تنها یک نفر در گوشه‌ای قرار گرفته و بدون اینکه با کسی گفتگویی بنماید، با حالی محزون سیگار خود را می‌کشید. این جوان که در حدود 25 ساله به نظر می آمد، صورتی گندمگون، بینی کشیده و قلمی و چشمانی میشیرنگ و بسیار گیرنده داشت. لبهایش نازک و از میان آن دو ردیف دندانهای سفید نمایان بود که با ظاهر مسکینش مغایرت داشت. لباسی بی اندازه ژولیده و مندرس در بر کرده و سر وضعش نشان میداد که شخص دستتنگ و گرفتاری است و گویی در آن موقع افکار زیادی او را مشغول داشته بود، چه گاه گاه سر را بلند کرده و به اطراف نگریسته و مجدداً به دریای هم و غم فرو میرفت. میخواست آخرین سیگاری را که در قوطی رنگ و روی رفته خود داشت درآورده بکشد که مردی به او نزدیک شد
این شخص صاحب قهوه خانه بود و کلاه بزرگ نمدی بر سر داشت و لباسش عبارت از مراد بیگی از پارچه فاستونی بود که چند وصله بزرگ از پارچه های رنگ های دیگر به آن زده شده بود. شال کلفتی بر روی کمر بسته بود. چشمان درشتش که تا حدی از حدقه خارج شده و بینی بزرگش قیافه غریبی به او داده بود. همین که مقابل جوان رسید دستی روی شانه او گذارده گفت: جواد، چرا تو امروز اینقدر گرفته ای؟ جوان که گویی از فکر عمیقی سر بر می داشت جواب داد: هیچ عمو جان، چیزی نیست. قدری خیالات بیخود به سرم افتاده، ولی الحمدلله تا شما را دیدم تمامی از سرم رفت. پیرمرد گفت: نه اینطور نیست جواد، چند روز از تو خیلی قصه داری. آیا نمیخوایی به من راستش را بگویی؟ این خیلی بد است که تو به من هم درد دلت را نمیگویی. جواد گفت: نه عمو جان، چیزی نیست، فقط یه خورده حالم خوش نیست. اما پیرمرد قانع نشد. این که تو میگویی راست نیست، از من رو در وایسی نکن. خب راستی چرا چند روز است تو سر کار نمی روی؟ جواد با حالتی محزون گفت: بلی عمو جان، چند روز است که با استاد حرفمان شده. من هم دیگر با او کار نمی کنم. قهوه چی که بابا حسن نام داشت به شنیدن این جواب خندید. سپس بیشتر نزدیک جواد شده در حالی که با دستش چندین دفعه روی شانه او زد گفت: اگر اینطور است که اهمیتی ندارد، اگر تو میخواهی خودم استادت را اینجا دعوت میکنم و 2 استکان چای به نافش بیبندم و شما را با هم آشتی میدم. جواد با عجله گفت: خیر، هیچ از این کارها نکنید. پیرمرد که معلوم بود تصمیم خود را گرفته است گفت: پس این همه اوقات تلخی تو برای این بود؟ آری عمو جان، شما میدانید که من با این مزد 4-5 قران خود باید هر روز غروب نان بگیرم و برای مادر و خواهر و 2 خواهرزاده‌ام ببرم و حالا برای خاطر این پیش آمد 3 روز است که غروبها دست خالی خانه میروم. البته این وضع برای من بی اندازه سخت است و تا به حال هرچه گشتم که شاید کاری برای خود دست و پا کنم نتیجه ای نگرفتم و نمیدانم بعد هم چه خواهد شد. بابا حسن برخلاف ظاهرش که آدم سختی به نظر می آمد، باطنی بی اندازه رئوف داشت. از گفته های جوان خیلی متأثر شد و دلش به حال او سوخت و بی اختیار دست جواد را در دست گرفته گفت: فرزند صبر کن، قصه مخور. و سپس دستی به جیب خود برد و 2 قطعه پول سفید بیرون آورده در کف دست جواد گذارد و در دنباله اظهاراتش گفت: برو با این مختصر پول قدری نان برای خانه بگیر، انشاءالله خودم همین زودی ها کاری به فراخور حالت پیدا خواهم کرد و رفع غصه تو را خواهم نمود. جواد در حالی که 2 قطره اشک در چشمان درشتش ظاهر شد گفت: بابا جان، از غیرت و همت مردانه شما چه بگویم؟ شما مرا با این مرحمت خودتان بی اندازه خجل کردید. بابا حسن تأثیر خود را با لبخندی از میان برد و گفت: پسر جان، حالا موقع این حرفا نیست. انشاءالله به زودی کاری برای تو دست و پا میکنم. و پس از گفتن این جمله به طرف سکویی که روی آن سماور و استکان و قند و چای قرار داشت رفت و به شاگرد خود که مشغول چای ریختن بود دستوراتی داد. جواد تنها ماند و با اینکه حالا با داشتن آن مختصر پول نان آن شب خانواده‌اش تأمین شده بود، باز هم نتوانست خود را از قید افکارش خلاص کند و مجدداً به دریای غم و غصه فرو رفت. چون لازم است خوانندگان از نکات این سرگذشت کاملاً مطلع شوند، این است که مختصری درباره زندگانی گذشته و وضعیت فعلی این جوان میگویم. تقریباً 6 سال قبل از این واقعه در یکی از محلات تهران به نام سنگلج، در خانه کوچکی که در کوچه نسبتاً وسیعی واقع شده و از ظاهرش برمی آمد به یکی از کارگران تعلق دارد، خانواده‌ای مرکب از 3 مرد و 2 زن و 2 بچه سکونت داشتند. بزرگترین مردها که سمت ریاست خانواده را داشت قریب 45 سال از عمرش می‌گذشت. بسیار خوش‌اندام و قوی هیکل بود. مرد دومی جوانی در حدود 30 ساله بود و سومی آنها تقریباً 20 سال داشت. زنها یکی عیال رئیس خانواده و دیگری زن جوان 30 ساله بود و 2 بچه هر 2 کوچک بودند. یعنی یکی 3 سالش تمام میشد و دیگری هنوز شیرخواره بود. وضع داخلی این خانواده با اینکه حقیر بود در عین حال شسته و رفته و منظم به نظر می آمد. رئیس خانواده استاد علی از کارگران معروف تهران و شغلش کفاشی بود. جوان 30 ساله داماد او اسمش رضا و بچه ها هر 2 متعلق به او بودند. جوان سومی همین جواد پسر استاد علی و برادرزن رضا بود.
این خانواده با درآمد دکان استاد علی و مزد روزانه رضا زندگانی کوچک و نسبتاً مرفهی داشت و در نهایت خوشی و سعادت میزیستند. جوان در آن زمان تازه به شغل پدرش یعنی کفاشی مشغول شده، ولی هنوز مقامی را در این فن پیدا نکرده بود. از آنجا که خداوند دوره خوشی و سعادت را برای هیچ کس طولانی و دائمی نخواسته، یک مرتبه به وضع موحشی اساس این خانواده برهم ریخت و پایه و بنیانش ویران گردید. مرض حصبه در آن موقع در شهر تهران شیوع داشت و هر روز گریبان دسته ای از بیچارگان و بدبختان را می گرفت و به گرداب هلاکتشان می انداخت. ناگهان استاد علی گرفتار شد. سعی اتباع چاره نکرد. پس از 1 هفته بستری شدن به درود زندگانی گفت و خانواده خود را دچار هم و غم نمود. اما طبیعت به این قسمت اکتفا نکرد. دلتنگی و افسردگی این خانواده با این عزا تمام نشد. چند روز بعد از مردن استاد علی مرض دامنگیر رضا شد. البته میتوان حدس زد که 2 زن خانواده و جواد تا چه حد مضطرب و مشوش شده بودند، اما خداوند نخواست رفع نگرانی آنها بشود و با بهبودی رضا آلام آنها تا اندازه‌ای تسکین یابد، زیرا پس از 10 روز بیچاره رضا هم جان سپرد. دیگر معلوم است این خانواده بدبخت چه حالتی پیدا کرد و چه اندوه و غمی آنها را فرا گرفت. مزد جواد کافی برای اعاشهشان نبود، هرچند روزی به فروش و یا گرو گذاردن قسمتی از اساسیه و اسباب خود مجبور می گشتند. پس از 2 سال قرض به جایی رسید که ناچار به فروش خانه ملکی خود شده و به این محل روی آورده و در خانه بیاندازه کوچکی 2 اتاق کرایه کردند. جواد هم از شغل کفاشی کناره گرفته شاگرد بنا شده بود و با مزد روزی 5 قران خود معاش مادر و خواهر و 2 بچه کوچک را به سختی تهیه می کرد. 3 سال بدین منوال گذشت. هیچ راه گشایشی برای این خانواده بدبخت پیدا نشد. تا آنجا رسید که روزی جواد با استادش در سر مطلب کوچک و بی اهمیتی مشاجره و گفتگو کرد و در آن میان استادش ناسزایی به او گفت. جوان که از زندگانی راحت سابق به این وضع سخت دچار شده بود و از روزگار خود زیاد عصبانی و دلتنگ بود، نتوانست تحمل این گفته را بنماید. از محل کار خارج شد و با خود شرط کرد دیگر در پی این قبیل کارها نرود. اکنون که خوانندگان به سبب و علت و اندوه فراوان بیچاره جوان پی بردند، مجدداً به قهوه‌خانه برمیگردیم. افکار درهم و پریشان جواد را رها نمی کرد و قیافش حالت محزون و مغموم خود را از دست نمی داد و با اینکه فعلاً مختصر پولی در دست داشت، باز به خیال رفتن از قهوه‌خانه و تهیه نان نبود. چشمانش گاهی به اطراف می نگریست و زمانی به زیر می افتاد. ناگهان جواد احساس کرد دستی روی شانه‌اش گذارده شده. سر برداشت. طفلی 12 ساله را که می شناخت شاگرد بقال زیر بازارچه است پهلوی خود ایستاده دید. طفل به او گفت مردی در زیر بازارچه انتظار او را دارد. جواد بدون اینکه فکری بکند از جای برخاست و از قهوه‌خانه خارج شد و به همراهی طفل به طرف بازارچه رفت و جوان ناشناسی را در کنار دیوار ایستاده دید. رادیو بکت در جستجوی معنای باخته.